دوستای قشنگم، من اومدم با یه ویدیو خفن دیگه. قراره که اینجا سفر دبیمون رو براتون به اشتراک بذارم پارت به پارت. پس تا آخر ویدیو با من باش، سابسکرایب یادت نره، حمایت فراموش نشه، با لایکت هم کلی خوشحال میشم. و تو کامنت ها بهم بگید که بیشتر با چه ویدیوهایی حال میکنید و دوست دارید براتون به اشتراک بذارم. بچه‌ها، من قراره که پارت به پارت از این سفر دبیمون ویدیو تهیه کنم و براتون بذارم داخل کانالم. و علت این سفرمون چی بود؟ این بود که ما وقتی دبی رفتیم قرار بود که فیلم فرمالیته عروسیمون رو اونجا بگیریم و یه فیلمای خیلی خفن، عکسای خیلی خفنی گرفته شده که براتون به اشتراک میذارم. دوستای عزیزم، حمایت فراموش نشه. ما اینجا داشتیم میرفتیم به سوی فرودگاه، آماده شدیم، نزدیک فرودگاه شدیم و اینجا داخل فرودگاه بود که فیلماشو مشاهده میکنید. خب ما بالاخره رسیدیم دوستای قشنگم. اینجا وارد فرودگاه شدیم، چمدونا رو برداشتیم. نصف شب بود، یعنی حدود 3 بود که ما رسیدیم، ولی تو کارای چنج کردن و گذرنامه چک کن و پاسپورت چک بشه ما دقیقاً تا 7 صبح طول کشید. و اینجا رفتیم که چک کنیم پروازمون رو. بعد یه کافی و کیک زدیم که خوابمون بپره. واقعا دیگه خسته شده بودیم چون کلا تو مسیر بودیم. بعدش هم که تا کار رو انجام بدیم دیگه صبح شد. قشنگ 7 تا 10 دقیقه صبح ما حرکت کردیم. پسر رو میخوریم دیگه. من اینجا جلوی پنجره نشسته بودم که از ویوش براتون فیلم بگیرم. کیا ترس از ارتفاع دارم؟ خیلی ویدیو قشنگی بود. من خودم از ارتفاع میترسم ولی یه حس باحالی بود. ویوشو میدم واقعا لذت میبردم. بچه اینجا صبحونه برامون آوردن. صبحانه هواپیما 2 جور بود، یعنی منو انتخابی بود، نیمرو بود و املت، که به همچنین جوس و شیر و کیک و اینا هم داشتن و غذاش بی‌نمک بود. علت این بی‌نمکی هم به دلیل میزان شدن فشار بدنه، چون از زمین ارتفاع گرفتیم. غذای هفت ما کلن بی‌نمک. خب بچه رسیدیم دبی، ویو قشنگش رو میبینید، خیلی خوشگل بود. اصلا واقعا شهر زیبایی بود. برای گردش حتما پیشنهاد میکنم بهتون. به نظر من بین کشورها دبی واقعا قشنگه. اینجا رسیدیم داخل فرودگاه دبی. یه فرودگاه بسیار تمیز و زیبا، همه چی پرفکت بود. بعد وقتی از فرودگاه خارج شدیم وارد ون شدیم که از هتل اومده بودن دنبالمون که بریم داخل هتل. بچه ما اون روز که رسیدیم یکم استراحت کردیم، بعد رفتیم مترو بلیت گرفتیم، سوار مترو شدیم. چون یکم اسنپ و مثلا از طریق کریم بعد دانلود میکردیم گرفتیم، قیمتاش زیاد بود و به نظر من مترو اگه بتونید بلد باشید بسیار خیلی منصفانه است و خیلی اصلا علاوه بر قیمت و ایناش خیلی سریع شما رو میرسونه به اون مکانی که میخواید برید و همه چیز هم عالی بود. ما رفتیم خرید و اینو کردیم، قیمتاش هم عالی بود واقعا. اینجا هم میبینید ما رو بریم صبحونه بخوریم، صبحانه هتل که اگه خستم باشید چقدر فراموشش کنید واقعا میچسبه. بعد من خودم سوزیزاشو خیلی دوست داشتم. بعد اینجا رفتیم یکم ورزش کردیم داخل هتل. حوصله‌مون سر رفته بود، گفتیم یکم تو هتل بگردیم و یکم هوا خوب بشه، چون واقعا گرم بود هوا. راستش واقعا هوا گرم بود. گفتیم یکم هوا خنک بشه بعد بزنیم بیرون که براتون از بیرون براتون بگیرم که ویوها اصلا نگم براتون، خیلی قشنگ بودن. اینجا داخل هتلمون بود، استخر کوچیکی داشت. خب ما اومدیم آماده بشیم. آقا خوشتیپ‌تر رو میبینید آماده شدیم، قرار بود بریم برج خلیفه. منم آماده شدم.
اپلیکیشن کریم منتظر بودیم که بیاد مستقیم ما رو ببره برج خلیفه. بچه‌ها واقعا قشنگ بود، واقعا هرچی نزدیک برج خلیفه می شدیم یه جوری واقعا زیباتر می شد. اینجوری بود که یه قاب دبی وجود داشت، اونم مکان دیدنیه که من تو پارت بعدی قرار از مکان دیدنیش براتون بذارم. دبی رو به دو قسمت تقسیمش می‌کرد، دبی قدیم و جدید. یعنی هرچی به سمت برج خلیفه میری یعنی داری وارد این قاب دبیه، یعنی داری وارد دبی جدید میشی. دبی جدید به سمت برج خلیفه بود و خونه ها واقعا خفن، ارتفاع زیاد، اصلا عالی بود. و قبلش دبی قدیم بود که یکم میشه گفت به پای برج خلیفه و خونه های اطراف اون نمیرسید. این موزه آینده است بچه‌ها، ما داخل اینم رفتیم، قرار تو ویدیوی بعدی براتون بذارمش و واقعا شب میشد خیلی خوشگل بود، لامپاش روشن میشد، اصلا واقعا ویو جذابی داشت. تازه کلی هم کنار این برای فرمالیتمون فیلم گرفته شد. دوم قرار بود که فیلم فرمالیته ما گرفته بشه و ما ترجیح دادیم که روز اول رو بریم خودمون کم بگردیم، از لوکیشن و اینا لوکیشن های خفن رو پیدا کنیم و بتونیم به فیلم بردارمون پیشنهاد بدیم. بچه ارتفاع رو ببین واقعا قشنگ بود، واقعا زیبا بود، اصلا لذت می‌بردی از این معماری که تو اینا به کار رفته بود. و بچه‌ها خیلی جالب بود، ماشیناشون باید همه تمیز باشه، ماشینی که کثیف باشه جریمه میشد و واقعا خیلی واسم قشنگ بود این قانونشون که پشت چراغ قرمز تمام ماشینا با فاصله از هم وای میستادن، یعنی اصلا فکر کنم جریمه میشه اگه بچسبه به ماشین دیگری، باید باهاش فاصله داشته باشه. اینم برج عظیم خلیفه ویوره خیلی خوشگل بود. اینجا داریم کم کم نزدیکش میشیم، نزدیک برج خلیفه میشیم که اونجا براتون کلی ویدیو قشنگ گرفتم که قراره دبی مالو بریم بگردیم و برج خلیفه. بچه ما رسیدیم اینجا، پیاده شدیم که دیگه خودمون بقیه راهش رو بریم و نزدیکش بریم چون دقیقا روبروش بودیم. اینجا عشق منو میبینید همسر جان جست گرفت که کلی اینجا عکسای خوشگلی گرفتیم، کلی عکسای قشنگ و خفنی گرفتیم. بچه اینجا دبی مال داخلش یه آکواریوم شیشه‌ای داشت و همه میتونستن نگاش کنن و حتی میتونستیم داخلش هم بریم که من دیگه از داخلش راستش فیلم نگرفتم، از بیرون براتون گرفتم. بعد وقتی داخلش میرفتیم یه جای کلیدای خیلی خوشگلم بهمون جایزه دادن، از همون آکواریوم بود. بعد ماهیای بزرگی داشت و حتی میتونستی قفاسی هم توش کنیم. بچه‌ها میبینید برج خلیفه رو، قلبم اکریمی شد انقدر که این برج زیبا بود آدم محوش میشد. اینم دبی ماله. از طریق همون دبی مال ما نزدیک برج خلیفه شدیم. وقتی وارد حیاتش میشی میتونی خیلی برج خلیفه نزدیک بشی و حتی رقص آبم ببینیم که از اونم براتون فیلم گرفتم. اینجا رقص آب شروع شده بود و همونطور که میبینید همه دارن به سوی رقص آب حرکت میکنن.
بچه‌ها رقص آبش رو می‌بینید خیلی قشنگه، یعنی واقعا زیبا بود و اینش خیلی جالب دیدگاهی این نورش عوض می‌شد و این نور خوشگل از خودش نشون بود. واقعا قشنگ بود. بچه‌ها همه چی می‌درخشید. دور درختاشون هم لاین و نور و LED بود و واقعا زیبا بود برام. ما اینجا اسنپ زدیم بریم هتل. این هم از پارت یک ویدیوی من. لطفاً ساب یادت نره، لایک فراموش نشه. تو ویدیو بعدی قراره بیشتر جاهای دیدنیشو با هم بگردیم و سورپرایز هم اینه که قرار است فرمالیتم براتون بذارم.